مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فرین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز هم قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های پنهان و جنجالی یک سری از سلبریتی ها رو، سلبریتی های مثل شهاب حسینی، الناز شاکردوست، فریبا نادری و همچنین سرویل همسر سابق محسن افشانی. خلاصه این برنامه که از متفاوت ترین و جنجالی ترین برنامه‌های این چند وقت اخیر هستش. اگر دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و تا انتها این ویدیو رو دنبال بکنید. و قبل از اینکه من این ویدیو رو شروع بکنم چند نکته بهتون بگم که اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید و اگر هم قبلا سابسکرایب کردید با توجه به اینکه یوتیوب و اصطلاحاً این پلتفرم در ایران فیلتر هستش و خیلی از دوستان از وی پی ان و فیلتر شکن رایگان استفاده میکنن، ممکنه که سابسکرایبتون بپره. لطف بکنید که ویدیو رو وقتی میبینید لایک بکنید یا یک کامنت بذارید که توسط یوتیوب ربات تشخیص داده نشید. اگر هم کانال پشت پرده رو سابسکرایب کردید یک زنگوله اونجا هستش، روی زنگوله بزنید و روی دکمه آل بزنید که اگر ویدیوی جدیدی منتشر شد برای شما نوتیفیکیشن بیاد و به لحظه ببینید و اگر هم ویدیوهای قبلی رو ندیدید بتونید یه دسترسی کامل به آرشیو رسانه پشت پرده داشته باشید و ویدیوها رو ببینید. پس لطفاً کانال پشت پرده رو اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید و شروع میکنیم این قسمت از برنامه پشت پرده رو و افشاگری سلبریتی ها رو. اول از این چهره سید شهاب الدین حسینی تونکابونی معروف به شهاب حسینی شروع میکنیم که خیلی از دوستان به من دایرکت دادن، پیام دادن که آقا شهاب حسینی ازدواج کرد، نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد. راجع به پشت پرده های شهاب حسینی هم صحبت میکنیم و ازدواج دور از انتظار و جنجالی، چون عموما سلبریتی ها گردنگیرشون قطع و ضعیفه، کسی رو نمیگیرن تا وقتی که بازار آزاد میتونن کار انجام بدن و اینو تپ و تپ بزنن دیگه ازدواج کلوچن. اما شهاب حسینی جزو اون دسته آدمایی بوده که به هر حال گردنگیرش قوی بوده. شهاب حسینی که متولد 1352 هستش، قبلا یه بار ازدواج کرده با این چهره خانم پریچهر قنبرزاده که سال 1374 ازدواج کردن و موقعی که خانم قنبرزاده 15 سالش بوده ازدواج کردن. تو اوایل دهه 70 به حال تو 14 15 16 سالگی ازدواج انجام می‌شده و شهاب حسینی با ایشون ازدواج میکنه. در حال حاضر هم یه دونه کافه دارن که خانم پریچهر قنبرزاده اون رو مدیریت میکنه. اما خب تو طول این سالها شهاب حسینی اینجوری مارپیچ زیاد میرفته با این اون زیاد میپریده. شاید معروف ترین هاش رو میتونم به این چهره خانم هستی مهدوی اشاره بکنم که بین اهالی سینما انقدر این قضیه و رابطهشون پررنگ بود و سر و صدا کرد که گفتن دیگه تموم شد، شهاب حسینی ازدواج کرده. و شهاب حسینی هم یه دونه حتی خونه خریده بود برای هستی مهدوی. خود هستی مهدوی با هوتن شکیبا میپرید. یعنی خلاصه شما ببینید که چقدر این فضای سینما باحاله، این با اون با این میپره. خلاصه قفل در همه جای جهان، اما تو ایران همچنان قفلش بازه. و شهاب حسینی با هستی مهدوی میرفت با هوتن شکیبا میپرید، از اون طرف شهاب حسینی خودش میرفت با ترانه علی دوستو ساره برابچ میپرید. اما رابطه شهاب حسینی با همسر سابقش خب بگیر نگیر داشت، یعنی اگه بازار آزاد هم میپرید ولی خب همچنان همسر خودش رو، همسر اولش رو بهتره بگم، رو همیشه به عنوان تنها همسرش معرفی میکرد. حتی چند سال پیش، یعنی 3-4 سال پیش هم یه برنامه تلویزیونی شهاب حسینی دعوت شده بود که اونجا پشت خط تلفن خانم شهاب حسینی رو میارن که حالا میتونم برای شما ویدیوشو هم پخش بکنم که ببینید، جالبه و نشون میده که رابطه‌شون هم آنچنان شکراب نبود تا 3-4 سال پیش. ببینید این ویدیو رو. حال این تعادل یه مقداری حس کردن سخت میشه.
خب میخواید من یک مهمانی رو خط تلفنی دارم باهاشون صحبت بکنم، شما بشنوید ببینم نظر ایشون چیه. سلام خانم، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما. خانمتون هستن آقای حسین. حالتون خوبه خانم؟ خوش اومدید. متشکرم که ارتباط تلفنی ما رو پذیرفتیم. بحث خانواده رو با آقای حسینی مطرح کردم و فکر کردم که خوبه با شما هم ارتباطی داشته باشم. به عنوان همسر آقای حسینی صحبتی بفرمایید در مورد خلق و خوی آقای حسینی در خونه، در ارتباط با خانواده. من همه بی‌حوصلگی‌ها متأسفانه تو خونه. و البته کار هنری برای من خیلی ارجح‌تره. نظرتون رو بفرمایید، سپاسگزار میشم. درسته، خیلی سپاسگزارم از لطفتون و ممنونم بابت اینکه من آوردین روی خط. من واقعا ممنونم از ایشون به خاطر اینکه ما رو تحمل میکنن در کنار سختی و زحمتی که برای کارشون میکشن. واقعا ممنونیم ازشون که باعث افتخارن همیشه. هم من هم بچه ها به وجودشون افتخار میکنیم. سپاسگزار. خب در مورد آثار هنریشون نمیخواید صحبتی بکنیم؟ لذت میبریم ما به عنوان هم بیننده. بله، حالا این صحبت ها و این مصاحبه نشون میده که آنچنان اون موقع رابطهشون شکراب نبوده، اما خب بالاخره یه خبر بیرون اومد که شهاب حسینی با این چهره که خیلی هم عکسش پر سر و صدا شد، میتونم برای شما حتی اینجوری بذارمش اینجا که کامل ببینید، با این چهره عکسش اومد بیرون و خیلی ها دنبال هویت این چهره بودن. خانم ساناز ارجمند که متولد 1369 هستن و اهل مشهد، چند سال اومده بودن تهران به عنوان عکاس و بعضا مدلینگ در بعضی از پروژه‌های عکاسی سری از آتلیه‌ها فعالیت میکردن تا اینکه توی برنامه همرفیق میان و عکاس این پروژه میشن. تو همون برنامه همرفیق هم به حال شهاب حسینی اولوش 1 سال پیش با ایشون آشنا میشه و قضیهشون جدی میشه و با هم دیگه اصطلاحاً نامزد میکنن. این در حالی هستش که به حال گفتم دیگه شهاب حسینی کلا دست به خرجش هم خوبه. یه سری عکس‌ها هم میاد بیرون که میتونید حالا عکس‌ها رو ببینید، خانم ساناز ارجمندی و شهاب حسینی و سایر برابچ یا حتی این یکی عکسه که کنار هم دیگه هستن. و بعد از اون هم شهاب حسینی شرکتی رو میزنه به اسم 7 اسکایز که این شرکت به حال کارش تهیه و تولید آثارهای تبلیغاتی، فیلم‌های کوتاه و تیزر هستش و استعدادیابی که خانم ساناز ارجمندی هم و ساناز ارجمند رو هم میاره و توی این پروژه ها به حال مدیرش میکنه و مدیر اون شرکت میکنه. خلاصه به خیلی ها میگفتن که با فلانجاش این سانازه افتاده تو عسل. حالا اینم در نوع خودش جالب هستش. اما نفر بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم این چهره است. یه مقدار شاید عکس براتون عجیب غریب بیاد، بزرگش میکنم بفهمید. این عکس سویل هستش، همسر سابق محسن افشانی. چند وقت پیش میاد یه دونه کانال تلگرامی میزنه، 2 تا کانال تلگرامی بهتره بگم، و شروع میکنه عکس‌های خودش با محسن افشانی رو منتشر کردن. عکس‌های انواع اقسام، عکس‌های عجیب و غریب دیگه. حالا این عکس‌ها حالا زیاد عکس پیچیده و بدی نیست که میاد حتی میگه که محسن با یکی دوست شدم، دکتر، کارش خرید و فروش ماشین، اسمش هم امین، بدبختی هم اسمش مثل تو هم تتو دوست داره. میگه قبلا یه بار ازش ماشین خریدی، دوست ندارم ولی مجبورم جای خالی تو پر کنم، هیچکی تو نمیشه برام، کاش برمیگشتی. خلاصی یه سری عکسای عجیب و غریب از خودش منتشر میکنه تو این کاناله و دارید میبینید دیگه همون سیستم افشاگری های معروف، انواع اقسام عکس‌ها رو اینجا ما می‌بینیم که پخش میکنه از خودش. حتی یه دونه فیلم منتشر میکنه روزی که داشتن فیلم عروسیشون رو ضبط میکردن و حالا یه صداشو کم میکنم. همه عکساش هم میدونن حالا لوگو داره، حتی یه دونه فیلم فکر کنم کلیپ عروسیشون رو پخش میکنه. میخوام بگم که حالا 2 حالت خارج نیست، میخوان خودشون رو معروف بکنن با این حرکات
یا میخوان برای خودشون تولید حاشیه بکنن. در صورت یه سری عکسایی هم که تو این کانال تلگرامی منتشر شده بوده مثبت 18 حتی فیلم های چیزشون هم داخلش بود که نمیتونم پخش بکنم براتون. انواع اقسام فیلماشون اینا مثل که از اون آدم هستن که فیتیش دارن در حین کارهای اداری فیلم میگیرن. فیلم‌ها واضح با کیفیت فول اچ دی، ولی خب کانال حالا من یه بکاپ هم ازش گرفتم ولی بسته شد کانال. ولی خب انواع اقسام عکس‌ها هم بود. حالا اینا خوباش بود، یعنی ببینید که چقدر اوضاع عجیب و غریب بود که این فیلم‌ها اومده بود بیرون. بعد نمیدونم این سبیله میگفتش که محسن رفته با یه دختری آشنا شده به اسم نیلوفر، بهش نمیدونم خیانت کرده بوده. تو اون کانال فوش میده به پدر و مادرش سبیله. حالا نمیدونم برای چی میگه که شما بزرگی نکردید و خلاصه داستانه عجیب و غریبی پیش اومده. ولی خب گفتم که تا همینجاش ببینید، ماجراشون هم جالب هستش این افراد. اما موضوع بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، میرسیم به موضوع الناز شاکردوست. این ماجرای سریال خونه سرد هست یا خون سرد که اومده بودن شبیه سازی کردن توی این سریال کاراکتر من رو. چند تا نکته داره، اما اولش ببینیم من یه سری توضیحات به شما بدم. این پشت صحنه، این مثلا فکر می‌کنم مثلا ما پشت صحنه اینجوری این شلوارکش هم باحاله. Haydi gidiyoruz. 3 2 1 action. اما بشنوید از اطلاعات جدیدی که کانال ارتباطی ما در ایران بهمون رسونده. این شبیه سازیشون هم جالب. حالا منتظریم ببینیم در قسمت‌های بعدی چه کارهایی انجام میدن. خلاصه با آوردن اسم من، حالا آوردن که نه، با ساختن کاراکتر من می‌خواستم جذب مخاطب بکنن، فروش فیلمشون بیشتر بشه. ولی خب میگم دیگه میتونید برید تو تلگرام بنویسید مثلا سریال خونه سرد، اونجا مفتی ببینید، یعنی پول ندید ببینید. اما سریال خونه سرد تو تلگرام تو قسمت سرچ بزنید میتونید این فیلم‌ها رو مفتی ببینید. برای چی این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه اینا می‌خواستن مفت منو ببرن، من خودم دکترای بردن مفت بقیه رو دارم. اینا نمیتونن مفت کشی بکنن به قول این رفقای ما. ولی خب دیگه توی این فیلم ما رو قاتل نشون دادن، باجگیر نشون دادن، آدم خفگان نشون دادن، خلاصه همه چی ما رو نشون دادن. احتمالاً آخر سرم دستگیرمون میکنن، برامون گردن تو ایران و چیزهای مختلف اعتراف میکنیم به چیزهای مختلف. ولی خب خواستم بگم که اگه میخوایم مفت منو ببرید، من خودم دکترای بردن مفت بقیه رو دارم و لازم نیست که اینجوری کاراکتر برای ما درست بکنید. اما موضوع بعدی راجع به این عکس هست که توی یه دونه فیلم سینمایی به اسم تی تی الناز شاکردوست، هوتن شکیبا و پارسا پیروزفر بازی میکردن و داستان فیلم چیزی شبیه واقعیت بوده. یعنی توی فیلم هوتن شکیبا چشمش الناز شاکردوست رو گرفته بوده و دقیقا تو واقعیت هم هوتن شکیبا میخواست با الناز شاکردوست تیک و تاک بزنه. خود الناز شاکردوست خیلی علاقه داشت که با پارسا پیروزفر که اقامت امریکا هم داره، فکر کنم امریکا یا کانادا و فکر کنم امریکا، تیک و تاک بزنه. ولی از اون طرف لیلا اوتادی مقداری حرکت بالتری زده بود و اومد و موقع پارسا پیروزفر زد. در حال حاضر لیلا اوتادی باش ارتباط داره. میخوام بگم که این چیزی که تو فیلم ها بازی میکنن دقیقاً تو واقعیت هم همونه و تو واقعیت هم دارن اون کارا رو انجام میدن و بعد بهشون بگیم که بابا باریکلا. بریم به نفر بعدی برسیم. این چهره خانم فریبا نادری با همسرشون قبلا یه افشاگری کلی انجام داده بودم از این شوهری که کرده بوده. ماجرای آشناییشون جالبه. اول بریم ماجرای آشناییشون رو ببینیم که توی برنامه دوره همی مهران مدیری ماجرای آشناییشون رو تعریف کرده بودن. بیا من این چند تا افشاگری باحال ازش بکنم برشان. و همون اولی که ما همدیگر رو دیدیم ایشون گفتن که من قصد ازدواج ندارم و من خیلی ازش خوشم اومد. منم همینطور. بله. و من یه سوال فنی دارم، اگه ایشون با شما قصد ازدواج نداشته دقیقاً چه قصدی داشته؟ خب آدم وقتی با یکی آشنا میشه میگه من قصد ازدواج ندارم، قصد چیه؟ دوستی. خب اگه قصد دوستی هم داری، با هم میخواد برید مثلا شام بخورید یا کارهای دیگه میخواد با هم بکنید، یه تو توضیح دادنتون خواهشاً دقت بفرمایید. بعدش اصلا میخواستم که چیز ما همو دیدین گفت من قصد ازدواج آره با من گفتم اتفاقا منم هم بهترین انتخاب داریم میکنیم. ولی خب من واقعا قصد ازدواج. بله من قصد. و
نمیگرفت دیگه، یعنی مثلا نه که نگیره ها میخواست، مثلا میگفت حالا مثلا بهتون میگم یه دست گردنگیر و گردن نگرفتنشون خیلی قویه. شهاب حسینی مثال زدم دمش کم گرفت، ولی خب این شوهر نگم گردن نگیرش خوب بوده، ولی خب این فریبا نادری هم دعانویسش خوب بوده که کارو براش در می آورده و جالبه که کلا هر جام که مهمونی باشه مثلا خانوما باشن شوهرش رو نمیبره تو مهمونیایی که سلبریتی های دختر و خانوم باشن، یعنی شوهرش رو ترجیحاً پنهان میکنه چون میدونه این بازیگرا یه دفعه ممکنه مفکشی کنن و شوهرش رو از قاپش در بیارن، این کار رو انجام نمیده و اینور اونور نمیبرتش. این هم در نوع خودش در خصوص خانم فریبا نادری جالب هست. خب فکر کنم تا همینجا کافی باشه راجع به سلبریتی ها و میدونم که الان خیلیاتون کامنت میذارید و میگید که آقا اون فیلم های سویل و محسن افشانی رو پخش بکن. نمیتونم متاسفانه و نمیشه دیگه، واقعا بعضی از این چیزا اخلاقی نیست. راجع به خیلی از سلبریتی ها مثل فیلم ها دست ما میرسه که اصلا عجیب و غریب و پشیمون. من سوالم خب چرا یه کاری انجام میدید و دارید کاری داری میکنید فیلم میگیرید، بعد وقتی فیلم میگیرید چرا میفرستید واسه این و اون؟ آقا من اینو نمیفهمم، هنوز قفلش برای من یکی باز نشده. ولی در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما هم